به نام خداوند بخشنده و مهربان. هموطنان عزیز، روزتان بخیر. موضوع امروزه صحبت ما نیروهای مسلح تاجیکستان، رسالت، واقعیت‌ها و آینده می باشد. چرا بنده امروز ضرور دانستم که در این موضوع با هموطنان عزیزمان صحبت داشته باشم؟ زیرا موضوع نیروهای مسلح، دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح تاجیکستان و مشکلات و قانون‌شکنی‌هایی که در این روزها در این موضوع رخ می‌دهد یکی از موضوعهای اساسی و داغ روز جامعه ما میباشد و پیمان ملی تاجیکستان از آن جمله خود من هم تصمیم گرفتیم که در این باره با ملت عزیز صحبت داشته باشم و موقع خود، موقع پیمان ملی را برای هموطنان عزیز در این موضوع روشن کنیم. میخواستم در آغاز چند جمله درباره رسالت نیروهای مسلح در هر کشوری صحبت کنم، از اون جمله در تاجیکستان عزیزمون. رسالت نیروهای مسلح تاجیکستان در قانونگذاری تاجیکستان، پیش از همه در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، در قانونهای صحوی که ما یک چند قانون داریم در رابطه با نیروهای مسلح تاجیکستان، قانون درباره نیروهای مسلح، قانون درباره مدافعه، قانون درباره دعوت به خدمت حربی و عهدهداری حربی و چندین قانونهای صحوی دیگر داریم که به هر یک شاخه نیروهای مسلح تاجیکستان مربوط می باشد. در این قانونگذاری نه تنها معیارهای حقوقی، فعالیت و وجود، مبلغ گذاری و چارچوب صلاحیت های این نیروها، هر یک نیرو، هر یک وزارت قدرتی مشخص شده است. این چنین رسالت آنها در عموم در این قانون ها نشان داده شده است و رسالت اصلی هر یک نیروی مسلح چه در گذشته چه در امروز و در آینده هم برای هر یک کشور این پیش از همه دفاع از مرز و بوم و از استقلالیت این کشور می باشد و بخصوص وزارت دفاع و نیروهای مسلحی که به وزارت دفاع اطاعت میکنن باید که پیش از همه از استقلالیت و از خطرهای بیرونه و اینچنین از مرز و بوم کشور حمایت کنند، از ملت دفاع کنند. این چنین نیروهایی که تابعیت از وزارت داخله دارند، مثل قشون‌های داخلی تاجیکستان، قشون‌های مرزبانی، هر کدام یک تعیینات مخصوص دارد و هر کدام طبق قانونگذاری و طبق اون سفارش‌ها و دستورهایی که مقامات بالای کشور از آن جمله سرفرمانده کل نیروهای مسلح تاجیکستان که در تاجیکستان پرزیدنت کشور می باشد باید که عمل کنند. البته در سطح قانونگذاری ما تقریبا یگان مشکلی خاصی نداریم و تمام قانونگذاری تاجیکستان درباره نیروهای مسلح یا از طبق معیارهای بین المللی نوشته شدن یا طبق اون معیارها و ترتیباتی که از زمان شوروی مانده است و امروز در کشورهای سابق شوروی جاری هست و بنابر همین بنده همچون سابق وکیل مجلس نمایندگان میتوانم بگویم که در سطح قانونگذاری شاید ما یکی از کشورهای باشیم که بهترین قانونگذاری را در باره نیروهای مسلح داریم. البته این به معنی اون است که در قانونگذاری ما مشکلی وجود ندارد و مشکلی ها هستند، اما با اون حد نیستند که آن باعث نگرانی جدی باشد. اما وقتی که ما از رسالت یا از سطح قانون می آییم به واقعیت ها می بینیم که در اینجا وضعیت کاملا فرق می کند. باید گفت که مطابق نبودن واقعیت های جامعه با قانونگذاری در تاجیکستان تنها به ساحه نظامی ربط ندارد. متاسفانه یک مریضی، یک واقعیت تلخی هست که به همه ساحه های کشور ربط دارد. ما بهترین کنستیتوسیون را شاید در منطقه داشته باشیم، البته نه اون کنستیتوسیونی که امروز هست، چون خیلی من عذر میخوام خیلی این کنستیتوسیون مجق شد، خیلی با اون تغییرات ها و ایلاوه های وارد شد در این سالهای آخر که دموکراسی که در اول قبول شده بود تقریبا چیزی باقی نماند. اما در اول در تاجیکستان کنستیتوسیون بسیار خوب قبول شد و قانونهای ما هم وقتی که یک اکسپرتیز بین المللی یا منطقوی را حتی بگذارن چندان قانونگذاری بد نیستند، اما وقتی که در واقعیت و مرحله تطبیق میرسیم میبینیم که مشکلی های زیادی با وجود میاد، چون پیش از همه حکومتداران، مقامداران تاجیکستان هیچگاه در فکر تطبیق قانون ها اون طوری که میباید نبودند و نیستند، بخصوص در اون قسمتی که خودشون باید مسئولیت هایشان را، وظیفه هایشان را
عهدهداری‌هایشان را طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان عملی کنند. البته در قسمتی طلب کردن قانون از مردم عادی نه تنها خیلی فعال هستند بلکه از بودش زیادتر طلب میکنند. برای مثال شما هر قانونی را هم بگیرید، مقامات از مردم اونقدر طلب میکنن اجرایش معیارها را که حتی در قانون هم اون مقدار پیش بینی نشده است. اما وقتی که درباره تطبیق این قانون از طرف خودشون می آید، میبینید که کمترین معیار قانونگذاری رو هم رعایت نمیکنن، از آن جمله در قانونهایی که به نیروهای مسلح تاجیکستان مربوط هست. مشکل های اساسی نیروهای مسلح تاجیکستان در آن است که این ساحه زندگی ما و یکی از مهمترین سمت های دولتداری ما هستند گرفتار چندون مشکلی ها هست. یکی بزرگترین مشکلی همون کروپسیا هست، فساد زدگی و رشوه‌ستانی در نیروهای مسلح تاجیکستان است که تمام بدنه جامعه ما رو فرا گرفته است، از آن جمله نیروهای مسلح تاجیکستان رو هم. خش و تباربازی و محلگرایی که در سراسر کشور وجود دارد در نیروهای مسلح و در وزارتخانه‌ها، در ساختارهایی که به این ساحه ربط دارند، در اینجا باز قوی‌تر هست. در اینجا مسئله انتخاب کادرها نه از روی شایسته بودن، نه از روی لیاقت و توانمندی، بلکه از روی صداقت شخصی به این یا نفر، به این یا قوم، قبیله یا منطقه می باشد. و شما میبینید که در رده های بالای این ساختارها و وزارتها عادتاً کسانی هستند که از یک منطقه هستند یا از یک اولاد هستند یا به این یا شکل صداقت شخصی خود را به مقامات بالای تاجیکستان اظهار کردند، نه صداقت و پایبندی خود را به قانون، به وطن، به ملت. نه، اینجا معیار چیزی دیگر است که متاسفانه ما در تاجیکستان میبینیم. و علاوه به کروپسیا، علاوه به خش و تبارچگی، مشکل اصلی و داغ امروز جامعه ما و نهادهای قدرتی ما این همون سرباز شکار هست که در بین مردم با نام ابله معروف است و این دیگر تقریبا به یک بیماری تبدیل شده است، به یک مشکلی تبدیل شده است که سال 2 مرتبه هنگام دعوت سربازان به ارتش، جامعه تاجیکستان در یک حالت شوک، در یک حالت بی‌سامانی و در یک حالت عصبانیت به سر میبرد، چون بخصوص عائله هایی که در اون جوان های سنی دعوتی هستند همیشه در حالت آماده باش هستند که این ساعت، این روز یا فردا فرزند آنها دزدیده می شود، ربوده می شود و ظالمانه به صف ارتش دعوت می شود. خواه این فرزند دانشجو هست، بیمار هست یا یگان مشکلی دیگر دارد که طبق قانون از ادای خدمت باید آزاد باشد و جوانان هم که باید به سربازی بروند و طبق قانون هیچ امتیاز ندارند، نه دانشجو نه باید آنها خدمت کنند. متاسفانه میبینیم که در بین جوانان هم چندان رغبت زیاد برای خدمت در صف نیروهای مسلح نیست و اون هم نه به خاطر آنکه جوانان تاجیک وطن دوست نیستند، ملت دوست نیستند یا ترسو هستند از خدمت سربازی میگریزند، بلکه به خاطر اون مشکلاتی که من در اینجا پیشتر گفتم، به خاطر لط و کوب سربازان، به خاطر خش و تبارچگی، به خاطر کروپسیا و رشوه‌ستانی و به خاطر اون شرایط بدی که سربازان و نیروهای مسلح در آن گرفتار هستند. و حکومت تاجیکستان میخواهد با این وضعیتی که در نیروهای مسلح هست هم مرز و بوم کشور را دفاع کند، هم مبارزه با تروریسم کند، هم یک نیروهای مسلح ارزنده به ملت را داشته باشد که طبیعی است این به دست نخواهد آمد. شما چگونه میتوانید یک ارتش پرقوت و ارتش سربلند را تأسیس بدهید وقتی که سرباز را شما به گروگان گرفتید، سرباز را به اسارت گرفتید؟ اون جوانی را که شما شبانه از خانهشون دزدیدید یا از ماشین دزدیدید یا از یک توی خانه دزدیدید، شما او را به گروگان گرفتید، اسیر گرفتید و او در ارتش شما مثل یک اسیر هست، مثل یک گروگان گرفته شده است. آیا از این جوان شما توقع دارید، انتظاری دارید که این بیاید با قلب و با اراده و مخلصانه از فرمان شما را اطاعت کند، از وطن دفاع کند، از سرزمینش دفاع کند؟
علاوه به آن که شما او را دزدیدید، علاوه به آن که او مظلوم قرار گرفته است، باز در ارتش در وقت خدمت از نانش می‌دزدید، از خوراکش می‌دزدید، از لباسش می‌دزدید. کمترین شرایط بهداشتی و سانیتری را در ارتش ما نمی‌بینیم و چقدر مریضی ها هست در ارتش و چقدر مرگ و میر هست، چقدر لطوکوب هست و اخبارهایی که پیگیری میکنیم هر روز این یک جوان، یک سرباز کشته شد، فلانی مریض شد، معیوب شد و اینها همه در مجموع فضای را به وجود آوردن که جوانان تاجیک امروز سرپیچی میکنن از خدمت در نیروهای مسلح و حکومت هم مجبور است که دیگر دست به این عملهای غیر قانونی بزند و هم قانون را پامال کند و هم حقوق مردم را پامال کرده باشد و نتیجهش همین میشود که ارتش تاجیکستان یا نیروهای مسلح تاجیکستان ضعیفترین نه تنها در منطقه ما هست بلکه در سطح جهان یکی از ضعیفترین نیروهای مسلح می باشد. شاید باورتان نیاید هموطنان عزیز اگر من بگویم که ارتش تاجیکستان یا نیروهای مسلح تاجیکستان در مقایسه با ازبکستان و ترکمنستان و قرقیزستان که ضعیفتر هست در مقایسه با همه همسایگان، حتی از ارتش افغانستان هم یک برابر ضعیف است. ارتش افغانستان در سال 2018 در ریتینگ جهانی نیروهای مسلح در جای 69 قرار داشت، در صورتی که ارتش ما، نیروهای مسلح ما در جای 112. فرق رو ببینید با افغانستانی که جنگ زده هست، نیروی مسلح ندارد و اصلا گویا که حکومت مرکزی ندارد. همیشه مقامات ما بخصوص کسانی که طرفدار مقامداران امروز هستند میگویند که ما را با افغانستان پیشتر مقایسه میکردند در مسائل های ثبات، امنیت، ارتش، دولتداری، آزادی ها غیره و هکذا. اگر اهمیت داده باشد امروز دیگر در مقایسه طرفداران حکومت شما کمتر نام افغانستان را مشاهده می‌کنید، کمتر ما رو با افغانستان مقایسه میکنند، پیشتر ما رو از افغانستان میترسانند. شاید امروز و سالهای آینده مقامات افغانستان مردمشون رو از تاجیکستان بترسانند که شما نشود که روز مثل تاجیکستان شویم و الکی مردم به این حد رسیدند. الکی ما از افغانستان در بسیاری از سمت‌ها عقب مانده ایستادیم و نه تنها از افغانستان بلکه از بسیاری کشورهای افریقایی که پیشتر خودمان رو با آنها مقایسه میکردیم. بنابر همین این مجموعی عامل‌ها تأثیر رساندند که امروز ما در نیروهای مسلح همون یک مشکلی بسیار جدی داریم و وقتی آن رسیده است که ملت باید در فکر اصلاح این وضعیت باشد. البته این فکر اصلاح وضع در نیروهای مسلح تاجیکستان فکری تازه نیست. شاید برخی از هموطنان بدانند، در جریان بودند و یک قسم دیگر شاید که اون وقت جوان بودن از این روندها آگاه نبودند. ما شخصا خودم همچون وکیل مجلس نمایندگان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که ما 2 وکیل داشتیم، ما در سال 2014 وقتی که تازه مشکلی ابله شروع شده بود تصمیم گرفتیم که یک طرح قانون رو به پارلمان پیشنهاد کنیم تا اینکه این مشکلی ابله در وطن ما از بین برود. قبل از آن که من این لایحه قانون رو آماده کنم بنویسم با بسیاری از متخصصان مشورت کردم، با خود سابق کارمندان وزارت دفاع، با گنرال های سابق، با ویتران ها، با حتی با مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، با خود وزارت دفاع، با دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و البته پیش از همه با کمیته مدافعه مجلس نمایندگان که در اونجا متخصصان سابق بودند و این فکرهای خود را مشورت کردم و اکثریت گفتند که این بهترین پیشنهاد خواهد بود و اگر پارلمان تاجیکستان و حکومت این پیشنهاد شما را دستگیری کنند یک تغییرات جدی در نیروهای مسلح و در جامعه تاجیکستان رو خواهد داد. و من این طرح قانون را به پارلمان در ماه اپریل پیشنهاد کردم و از ماه اپریل تا ماه سپتامبر این طرح پیشنهاد کرده ما، من و داملا سید عمر حسینی خداوند از زندان آزادش کند، چند ماه در بررسی هم حکومت و هم دستگاه پرزیدنت و هم وزارت دفاع و دیگر ساختارهای حکومت بود و اینچنین در پارلمان.
نقطه نظرهای اول که به ما میرسید، تمام ساختارها گفتند که بسیار پیشنهادی خوب است و اگرچه از نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیلان این حزب پیشنهاد شده است، اما چون به نفع جامعه است باید که قبول شود. بعد وقتی که ما بعد از استراحت تعطیل پارلمانی به کار برگشتیم ماهای اوگوست و سپتامبر، احساس کردم که فضا تغییر کرده است و بعداً وقتی که با رهبریت مجلس صحبت کردم که تقدیر لایحه قانونی ما چه شد، گفتند که خب دیگر لایحه خوب بود اما بالا جانبداری نکرد. گفتم بالا کی است؟ گفتن خودتون میدونید که بالا در تاجیکستان بالا کی هست و حالا اگر به منفعت جامعه هم باشد هم که تایید کنن، اگر بالا نخواست شما میدونید که یگان قانون در تاجیکستان قبول نمیشود. هرچند ما تلاش کردیم که فکری پارلمان را تغییر دهیم، اما دیگر شما وضعیت تاجیکستان را میدونید که امروز هم وضعیت تغییر نکرده است. پارلمان که اکثریت از حزب حاکم یعنی حزب خلق دموکراتی هستند، به سفارش و رضایت مقامات بالایی تاجیکستان هیچ قانونی را قبول نخواهند کرد. ماهیت این قانون از چی عبارت بود؟ ماهیت این لایحه که هنوز هم ماهیت آن کهنه نشده است و از بین نرفته است و امروز هم فکر میکنم که این موضوع روزمره هست. ما در این لایحه 4 مسئله را پیشنهاد کردیم. یکی اینکه یک فوند پشتیبانی نیروهای مسلح تاجیکستان در کشور تأسیس داده شود. این میتواند در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باشد، میتواند در نزد وزارت دفاع یا در نزد وزارت مالیه باشد. و این فوند از سرچشمه‌های گوناگون مبلغ‌ها وارد شود فقط برای پشتیبانی نیروهای مسلح، از آن جمله برای پشتیبانی مالی سربازان و افسران. و نقطه دوم این بود که سربازانی که خدمت حربی میروند معاش بگیرند ماهانه، با آنها از همین فوند که تأسیس داده می شود و به این فوند مبلغ ها وارد می شود، آنها معاش بگیرند و معاش آنها نباید کمتر از معاش حد اقل در سطح کشور باشد، حتی می تواند یک مقدار بیشتر هم باشد. زیرا گرفتن معاش که یک تجربه جهانی است، نه تنها سربازان را، جوانان را تشویق میکند که به خدمت حربی بروند، بلکه یک کمک به خانواده‌های کم بضاعت آنها میشن، چون اکثرا ما میبینیم که به خدمت سربازی فرزندان خانواده‌های کم بضاعت میرود. ما ندیدیم تا امروز که یگان فرزندی وزیر، یگان با، یگان منصبدار به خدمت عسکری رفته باشد. باز هم مردم کم بضاعت، کم بغل و بینوا و بی پشتیبان فرزندان آنها خدمت میرود. حداقل با گرفتن معاش این سربازان یک کمکی هم به خانواده‌های خود میکردند. نکته سوم این بود که کسانی که عهدهداری حربی دارند اما نمیخواهند به ارتش بروند، به جای آنکه این بلیط حربی را بخرند که در تاجیکستان تا امروز میخرند، به جای آنکه با دادن پاره وارد دانشگاه شوند و خود را برقصدانه همچون دانشجو ثبت کنند تا اینکه به خدمت ارتش نروند، یا فرار میکنند به مردکاری، به مهاجرت به روسیه میروند تا اینکه از خدمت عسکری فرار کنند، اینها یک مبلغ معین را به این فوند پشتیبانی نیروهای مسلح وارد کنند و این مبلغ ها که جمع شد در اون فوند از حساب پرداخت این مبلغ، برای مثال یک نفر که یک مبلغ معین را وارد این فوند میکند، از همون مبلغ یک سربازی که خدمت کرده ایستاده است معاش میگیرد. اون وقت من کاملا حساب کرده بودم، دقیقاً حساب کردم که اگر به جای آنکه شهروندان تاجیکستان بلیط‌های حربی را از کمیسریات‌های حربی، از منصبداران بخرند با پاره دادن که اون وقتا تا 5000 و حتی گاه با $10,000 هم میرسید، اگر این مبلغ را رسما به این بودجه وارد کنند، به این بنیاد وارد کنند و از خدمت حربی آزاد شوند، همین مبلغ صرف شود به یک سربازی که خدمت کرده ایستاده است. اگر ماهانه $200 برابر $200 این سرباز معاش بگیرد، هم از این پول کافی هست میرسد و هم به خانوادهش کمک میشود و از همه مهمش باز مبلغ باقی میماند برای آنکه سربازان یک شرایط بهتر در خدمت در قسم حربی داشته باشند، خوراک آنها بهتر شود، جای خوابشان بهتر شود، با مواد شخصی مثل مواد سانیتاری و بهداشتی تامین شوند
و ارتش تاجیکستان واقعا به یک ارتش معاصر پروفسیونالی تبدیل می شود. و نکته چهارم این بود که کسانی که خدمت حربی میکنند در جامعه در نزد دولت قانون از امتیازهای برخوردار باشند، مثل امتیازهایی که در دیگر کشورها برای خدمت کرده ها در صف ارتش وجود دارد. این چهار بند را ما با این لایحه قانون وارد کردیم و امید داشتیم که چون به نفع دولت و ملت و پیش از همه به نفع نیروهای مسلح است، این از طرف پرزیدنت تاجیکستان، حکومت و دیگر حزب‌های سیاسی به خصوص حزب خلق دموکراتی پشتیبانی خواهد یافت. اما متاسفانه بعدا فهمیدیم که طرفدار اصلاحات در نیروهای مسلح نیستند. آنها طرفدار آن نیستند که این نظام کروپسیونی در داخل وزارت از بین برود، در داخل وزارت‌ها، عموما در داخل نظام قدرتی تاجیکستان. آنها طرفدار آن نیستند که این ابلاغ و این جنایتکاری در روند دعوت سربازان از بین بروند. آنها میخوان این نظام حفظ شود، چون در این بین صدها میلیون دلار در هر دعوت چرخ میزند. در وقت دعوت سربازان خرید و فروش میشود، هر کی پول میدهد از سربازی او را رها میکنند. در وقت دادن بلیت حربی در اینجا پولها چرخ میزنند. در وقت حتی در داخل خود خدمت هم از معاش سربازان و افسران، از خورد و خوراک آنها، از سر و لباس آنها، از جاهای دیگر این مبلغ ها دزدیده می شود و در مجموع شما میبینید که یک قسم زیادی از منصبداران طرفدار اصلاحات در ساحه نظامی نیستند و طرفدار آن هستند که این نظام حفظ شود، زیرا آنها از این حساب بایگری پیدا میکنند، سرمایه جمع میکنند و امکانات زندگی بهتر دارند. اما پیشنهاد ما به خاطر بهبودی وضعیت در این ساختار بود و حالا هم من فکر میکنم که دیر نشده است و سری وقتی هم هست برای از بین بردن این ابلاغ و برای بهتر کردن وضع. باید که پیش از همه خود حکومت تاجیکستان این لایحه را پیشنهاد کند و این فکر را بگذار خود حکومت تطبیق کند. متاسفانه در جامعه ما این است، بخصوص در حکومت جمهوری تاجیکستان، در مقامداران، این که اگر یک فکری ناب، فکری خوب از طرف کدام اپوزیسیونر، کدام یک روشنفکر، بخصوص از طرف حزب‌های اپوزیسیونی پیشنهاد شود، اگر به نفع جامعه هم باشد، آنها این را قبول نمیکنند و منتظر میمانند که کی جامعه این را فراموش کند و بعد بیان از نام خودشان این را مطرح کنند. حالا که از پیشنهاد ما 5 سال گذشت، بعد زودی 6 سال می شود، سال 2014 بود و حالا چه بدی دارد که شما این را از نام خودتان پیشنهاد کنید، بگذار به نام شما ثبت شود، بگذار باز همون طرفداران و مداحان بگویند که این سیاست خردمندانه فلانی بود و یا این تشبث حزب خلق دموکراتی بود که این لایحه قانون پیشنهاد شد به نفع دولت و ملت باشد. من حتی دعوت میکنم از احزاب دیگری که در پارلمان امروز هستند، اگرچه میدونم که اونا هم از حزب خلق دموکراتیش فرقی ندارند و بدون رضایت حکومت و مقامات هیچ لایحه‌ای را پیشنهاد نمیکنند، حداقل بیان به خاطر آنکه یک کمی فرق داشته باشند در نزد جامعه. امروز و فردا انتخابات جدید است، با یک دستاورد به نزد ملت و انتخاب کننده بیروند، همین ایده را بگیرن پیشنهاد کنند. این داغترین و مهمترین مسئله روزی ما هست. صدها هزارها خانواده ها ظلم میبینند، فرزندانشون دزدیده میشود، ربوده میشود، لط و کوب میشود، در پیش چشم ملت است. ما هر روز در رسانه ها این خبرها را میبینیم، میشنویم. روزی نیست که در رسانه ها یک خبر دزدیدن یک جوان، ابلاغ و لط و کوب رو ما نخوانیم، نبینیم. پس این یک مسئله داغ هست و من پیشنهاد میکنم که احزاب سیاسی تاجیکستان، وکیلان مجلس نمایندگان این مسئله رو توجه کنند و این لایحه قانون را از نام خودشان به یک شکل دیگر بگیرند، پیشنهاد کنند. متن لایحه‌ای که ما پیشنهاد کردیم در ارشیو مجلس نمایندگان هست، در سایت های خبری هست. من دیروز وقتی که رفتم گفتم در سایت آزادگان هست، در دیگر جا هست، میتوانید بگیرید و از آن استفاده کنید. این پیشنهادی من به حکومت جمهوری تاجیکستان است و بخصوص به سرفرمانده کل قواهای مسلح تاجیکستان هست که هر یک سرباز اگر کشته می شود، لط و کوب می شود، گرسنه می ماند،
جوابگری اساسی خود سرفرمانده کل نیروهای مسلح هست، یعنی پرزیدنت هست. اینا سربازان شما هستند، شما وظیفه‌دار هستید در نزد قانون که از اینها دفاع کنید. پیشنهاد دیگری من به مقامات هست، به خود پرزیدنت هست که هر چه زودتر فرمان خود را صادر کنند، همچون پرزیدنت و همچون سرفرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان، که از همین روز به بعد تا دعوت بعدی که در بهار آغاز می شود قطعاً تمام نمودهای قانونشکنی در رفت دعوت سربازان منع کرده شود و همچون جنایت دانسته شود. یعنی فرمان صادر شود که در بهار وقتی که بار دیگر سربازان را دعوت می شود، نه از طریق ابله که یک عملی واقعا جنایتکارانه هست، بلکه طبق روش معمولی و قانونی این کار صورت بگیرد. اگر شما بتوانید تا بهار این اصلاحات را در قانون وارد کنید و آن پیشنهادی که ما کرده ایستادیم در قانونگذاری کشور وارد شود، من مطمئنم که از بهار شروع کرده سربازان تاجیکستان، جوانان تاجیکستان خودشان داوطلبانه به خدمت ارتش می روند. با کی معقول نیست، با کدام عائله کمبیزاد معقول نیست که فرزندش وقتی که می رود به ارتش، با جای آنکه در کوچه بیکار بگردد، با جای آنکه راستی مردکاری برود، در وطن خود خدمت کند، برای وطن خود خدمت کند و ماهانه 150-200 دلار هم معاش بگیرد که برای خانواده کمبیزاد پول کمی نیست در شرایط تاجیکستان. با کی معقول نیستیم فرزندش در ارتش لط و کوب نشود، لباس گرم داشته باشد، خوراک گرم داشته باشد، شرایط خوب زندگی و خدمت داشته باشد؟ من مطمئنم که خود پدر و مادران فرزندان را از کوچه جمع میکنند، از هجرت نگه میدارند و سپارش میدهند که رود در ارتش خدمت کند. اگر شما میخواهید واقعا وضعیت رو تغییر دهید، پس نگوید که این حرف رو کبیری زد، نگوید که این حرف رو پیمان ملی تاجیکستان پیشنهاد کرده ایستاده است یا حزب نهضت. پس بگوید که این ضرورت جامعه هست و باید که این اصلاحات در ارتش در قانونگذاری وارد شود. بنابراین من پیشنهاد میکنم که اگر واقعا هم میخواهند که به ملت خدمت کنند و وضع جوانان تاجیک را، جامعه تاجیک را تغییر بدهند، پرزیدنت تاجیکستان وظیفه‌دار است که این فرمان خود را همچون سرفرمانده تا دعوت بهاری صادر کند و تا دعوت بهاری حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان یا دیگر احزاب یا خود حکومت لایحه نوی قانون پیشنهاد کند یا تغییرات لایحه یا قانون جدید را و این وضعیت اصلاح شود. پیشنهاد دیگری من به پروکراتور ژنرالی جمهوری تاجیکستان است. با جای آنکه تمام نیروی خود را در بر ضد مردم تاجیک، ملت تاجیک، از آن جمله نیروهای اپوزیسیونی خرج کنید، بیاید پیش راه این جنایتکاری را بگیرید. بیاید پرونده باز کنید نسبت تمام آن حالت‌هایی که در رسانه‌ها هست عاید قانونشکنی. مگر شما نمی‌بینید که چگونه یک جوان مریض را از خانه‌شان با پامال کردن تمام قانون‌ها دزدیدند و به ارتش میبرند؟ در اینجا کسانی که به این عمل دست دادن جنایت صادر کردند در روز روشاد. مگر شما ندیدید؟ دیدید حتما، اما چون جسارت ندارید و سپارش ابله و از بالا داده شده است، شما کمترین اقدام رو برای پرونده باز کردن و برای پیشگیری جنایت ها نمی کنید. این جسارت و شجاعت رو ندارید. شما در فکری تطبیق قانون های تاجیکستان نیستید. شما هم تبدیل شدید به یک وسیله مثل دیگر ساختار قدرتی برای مبارزه با مردم خود، با ملت خود، با اپوزیسیون. من پیشنهاد میکنم که از فردا شروع کرده اگر واقعا میخواهید اثبات کنید که شما یک نهادی هستید که از پول ملت تأسیس شده و با پول ملت کار میکنید، در خدمت ملت هستید، پیش راه این جنایتکاری علیه ملت رو بگیرید. و هر کسی که از این روز به بعد و در دعوت‌های بعدی دست به ابله میزند، مردم رو در کوچه، در خانه خواب، در نقلیات به گروگان میگیرد، میدزدد، نسبت آنها پرونده جنایی باز کنید تا ملت ببیند که شما واقعا در فکر ملت هستید، شما مقابل جنایتکاری هستید. شما جنایتکار را نسبتش پرونده باز میکنید نابسته از آن که در اپوزیسیون است یا در حکومت. اما امروز فعالیت شما متاسفانه فقط با آن روانه شده است که علیه اپوزیسیون و علیه دیگر اندیشان مبارزه برید.
و پیشنهاد نهایی من به خود مردم است، به خود ملت است. ملت عزیز، مردم عزیز تاجیک، شما اجازت ندهید که یک نفر با نام حکومت، با نام وینکمت، با نام قانون بیاید حقوق شما را پامال کند، مرزی شخصی شما را تجاوز کند. چگونه اگر یک دزد به حوله شما بیاد، به خانه شما بیاید، بدون اجازت شما وارد شود، مگر شما به او اجازت میدهید؟ شما اجازت میدید که یک نفری بیگانه بیاید وارد خانه شما شود بدون آنکه از شما اجازت پرسیده باشد؟ حالا هر کسی هم که باشد، چی اون نماینده مقامات دولتی هست، پلیس هست، کارمند کمیسریت حربی هست، کارمند جماعت و پروکراتور هست، اگر به اجازت شما پایش رو از در شما داخل گذاشت، در حولی، در حجره شما داخل گذاشت، بداند که این جنایت است، او دزد هست. حکمی او در نزد قانون، در نزد جامعه برابر یک حکم یک دزد است. شما حق دارید که از شخصیت خود، از حقوق خود، از امنیت خود دفاع کنید با هر راهی که میتوانید. شما تصور کنید که یک دزد وارد خانه شما شد، میخواهد که به ناموس شما تجاوز کند، مال شما را بدزدد، حیثیت شما را پامال کند، شما را لط و کوب کند. شما با اون چگونه رفتار میکنید؟ دقیقا همون رفتاری را که با یک دزد میکنید، با این دزدهای قانونی هم باید شما کرده باشید. من میدونم که این با گفتن آسان است. شاید بعضی از شما بگویند که شما در خارج ایستادید و مردم را دعوت میکنید که از حقوق خود دفاع کنند. بله، این میدونم در شرایط تاجیکستان دفاع کردن حقوق خود در مقابل یک کسی که از نام قانون و حکومت گپ میزند کاری آسان نیست. اما من شما را دعوت میکنم که حداقل این حالات را رسانه‌ای کنید. شما مطمئن باشید که اگر این حالات را رسانه‌ای کردید، شما از طرف ما، از طرف جامعه شهروندی، از طرف فرزندان خودتان که در خارج هستند، حتما پشتیبانی خواهید یافت. ما حداقل صدای شما را به جایی که لازم است میرسانیم. ما حداقل صدا بلند میکنیم. شما مطمئن باشید که اون پروکورور گنرالی یا هر وزیر یا حتی که پرزیدنت که برایشان در اروپا دیگر آسان نیست که همون افسانه‌هایی که در دوشنبه میخوانند در اینجا بخوانند. شما دیدید که پروکورور گنرالی در ژنو وقتی که در روبروی ما نشست چه حال داشت؟ با سوالها چگونه جواب داد؟ شما دیدید که پرزیدنت وقتی که با اروپا آمد چگونه پنهان شد؟ نتوانست در کوچه ها، در جلسه‌هایش حتی به طور آزاد و راحت شرکت کند. یعنی مطمئن باشد که اونها اگر در داخل تاجیکستان جواب نمیدهند، در خارج در نزد مردم، در نزد دیگر نیازها جواب خواهند گفت. من باور دارم که اگر شما حقوق خود را در برابر این دزدهای قانونی دفاع کرده، در برابر این تجاوزگران هم قانون و هم حقوق انسان دفاع کرده، اگر یک نفر دو نفر این کار را کرد، مطمئن باشید که آنها در آینده از این قانونشکنی دست خواهند کشید، خودداری خواهند کرد. بنابراین من دعوت میکنم که من نمیگم شما دست به یگان تظاهرات بزنید که اصلا این امکان ندارد و شدنی هم نیست در این روزها. اما من شما رو دعوت میکنم که یک کمی جسورتر باشید، یک کمی از خود دفاع کنید و حداقل این صدای خود را، نوارهای کوتاه خود را، آواز خود را به ما بفرستید، به خارج بفرستید و مطمئن باشید که این فرزندان شما که الان دست به کار شدن، در خارج استودیوها تشکیل کردن، رسانه‌ها تشکیل کردن، این صدای شما را به جهان خواهند رساند، از شما دفاع خواهند کرد و بعداً میبینید که چه تغییرات در زندگی و در حیات شما وارد خواهد شد. بنابر همین من این پیشنهادهای خود را که الان دیدید هم به پرزیدنت کردم، هم به پروکراتور، هم به وکیلان مجلس نمایندگان و هم به ملت عزیز کردم تا اینکه یک تغییرات در جامعه ما با وجود بیاد و بعد 6 ماه از دعوت بهاری در جامعه ما این مریضی و این بدرفتاری که با نام ابله و مشهور است ریشه‌کن شود و ما قدم به قدم با اون جامعه برسیم که مورد نظری همه ما هست. در آخر دو جمله میخواستم درباره نظر و دیدگاه پیمان ملی تاجیکستان درباره چگونه ارتش را ما در آینده دیدن می‌خواهیم بگویم. پیمان ملی تاجیکستان به این نظر است که تاجیکستان باید دارای یک ارتش پروفسیونلی معاصر باشد که در آن سربازان، افسران با دعوت قلب،
با از روی ننگ و ناموس وطنداری و ملتداری بروند خدمت کنند. و یک سرباز وقتی که یا افسر وقتی که به خدمت عسکری می رود باید که دو انگیزه داشته باشد، یا همچون یک خدمت که می رود که از آن درآمد بگیرد و جای عیب نیست، این رو همچون یک اختصاص بداند، همچون یک وظیفه بداند، همچون یک ساحه خدمت و کار بداند، مثل که در تمام جهان هست. و این چنین با خواست دل برای دفاع از وطن، برای دفاع از ملت خدمت کند. و پیمان ملی تاجیکستان طرفدار آن هست که ارتش ملی تاجیکستان در زمینه داوطلبی و در زمینه پروفسیونالی تأسیس داده شود. کروپسیا، خیش و تباربازی و حالتهای ددفشین که در ارتش امروزه تاجیکستان هست و از ارتش شوروی متاسفانه میراث مانده است، اینها کاملا برطرف شوند و ما سطح پروفسیونالیسم و ایمیج ارتش ملی را از اونه که امروز در منطقه و در جهان یکی از پایین‌ترها هست تا سطح برسانیم که سزاوار و ارزنده ملت سربلند تاجیک باشد. ملت تاجیک در گذشته با افسرها، با رزمنده ها، با شخصیت های مبارز خودش مشهور بود. ما یک افسری تاجیک، یک قهرمانی ملی تاجیک وقتی که به دست سلاح می گرفت اون یک قانون شکن، یک جنایتکار نبود. ما وقتی که شاهنامه را میخونیم میبینیم که یک رزمنده تاجیک، یک قماندانی تاجیک، یک مبارز تاجیک چه شخصیت داشت. او هم رزمنده بود، هم جنگاور بود و هم یک حمایتگر حقوق بشر بود. او یک انسان معاصر، یک انسان سربلند بود. چه شخصیت رستم، چه شخصیت سیاوش، چه شخصیت بهرام چوبینه رو اگر شما ببینید، اینها یک کسانی نبودند که وقتی سلاح به دست میگیرند تبدیل به یک جنایتکار، تبدیل به یک غول، تبدیل به یک کسی میشن که فقط در فکر زدن و کشتن هستند، در فکر جمع کردن سرمایه هستند. آنچنانی که امروز برخی از گنرال های تاجیک، برخی از قماندان های تاجیک متاسفانه سلاح را، نیرو را تنها برای زوراوری، تنها برای خودنمایشدهی و تنها برای جمع کردن ثروت نشان میدن. پیمان ملی تاجیکستان برای این است که باید اون شکوه و شهامت افسر تاجیک، سرباز تاجیک، رزمنده تاجیک را برگرداند. و وقتی که ما میگیم که یک افسر نمونوی ملی باید در پیش نظرمان رستمی داستان، بهرام چوبینه، اسفندیار و سیاوش و دیگر شخصیت های جلوه کند که واقعا هم یک نماد از افسر یا سرباز ملی بودند. و البته من میدانم که در بین سربازان، در بین افسران امروزه تاجیکستان هستند بزرگمردان، کسانی که واقعا هم دلشون به ارتش میسوزد، دلشون به ملت میسوزد. اونها هم آرزو میکنند که وقتی که لباس افسری رو میپوشند، لباس سربازی رو میپوشند، مردم با هوس به آنها نگاه کند. و در تمام تاریخ ملی ما، حتی در تاریخ ملت‌های سربلند، افسر، سرباز این یک نمونه جوانمردی، جسارت، علم و دانش بود. بیهوده نبود که ملت‌های پیشرفته پیش از همه فرزندان خود را در کالج‌های نظامی می‌آموزاندند، در دانشگاه‌های نظامی می‌آموزاندند. در روسیه پیش از بلشویکی، روسیه پادشاهی، در بریتانیا، در آلمان و در بسیاری از کشورهای پیشرفته، چه در گذشته چه در امروز، تلاش میکنند که رهبران کشورها، الیت این ملت‌ها فرزندان خود را میفرستند به آنکه اول علمی نظامی را بیاموزند، سرباز شوند، افسر شوند و بعد بیان وارد کارهای ملکی شوند. چون در ارتش، در کالج نظامی، در مثلا کالج های حربی، در آنجا جوانمردی را می‌آموزانند، در آنجا انسانیت را می‌آموزانند، در آنجا چگونه یک جوانمرد، یک جوان میتواند بالای خود کار کند، هم از خود دفاع کند، هم از وطنش دفاع کند. و از همه مهمش سرباز را، افسر را یک شخصیتی قلدر یا زوراور تربیت نمی‌کنند، بلکه یک شخصیتی آگاه، متمدن و
پیشرفته تربیت میکنند. پیمان ملی تاجیکستان این برنامه را دارد که اگر سری قدرت آمد یا توانست برنامه‌های خود را در تاجیکستان به هر شکل باشد پیاده کند، اولین کاری که میکند این رسانیدن ارتش ملی و نیروهای مسلح تاجیکستان به اون سطحی هست که جوابگوی یک ارتش معاصر پروفسیونالی باشد و هر کسی که به ارتش جلب می شود باید که با فخر برود و بهترین قشر جامعه تاجیکستان باشد. با همین من صحبت امروزه خود را به پایان می رسانم و هم به سربازان و افسران ملی امان و به کل مردم تاجیکستان یک آینده نیک را تمنا دارم از پروردگار و تا صحبت های دیگر در پناه خدا باشید.